برگزاری مراسم فاتحه و ختم قرآن عظیم الشان برای شهید اسماعیل حنیه در مسجد عیدگاه کابل. شمار زیادی از شهروندان کابل در بزرگداشت از شهادت اسماعیل حنیه، رهبر جهاد و مقاومت مردم فلسطین علیه اشغال اسرائیل و رهبر دفتر سیاسی حماس، مراسم باشکوهی را تحت عنوان فاتحه و ختم کلام الله مجید در مسجد عیدگاه کابل برگزار کردند. شمار زیادی از شهروندان کابل با اشتراک در این مراسم برگزاری این مراسم را به منظور اظهار همدردی با مردم مظلوم فلسطین خوانده و از شهادت اسماعیل حنیه نیز بزرگداشت به عمل آوردند. این مراسم با حضور گسترده مردمی از اقشار مختلف جامعه بوده و مقامات بلند رتبه امارت اسلامی نیز در آن اشتراک کردند و به یاد بود از شهدای راه جهاد به خصوص اسماعیل حنیه گرامی داشت به عمل آوردند، ترانه سراییدند و سخن گفتند. عزیزان، تاریخ در حال تکرار شدن است. 1400 سال قبل از این رسول من، محبوب من صلی الله علیه و سلم در مکه بودن. غلبه و شوکت از آن کفر بود. صحابه سخت در تنگنا بودن. رسول من صلی الله علیه و سلم آنها را میدید که در عذاب و شکنجه قرار داشتند، اما شکست را قبول نمی کردند. پیامبر من صلی الله علیه و سلم گاهی میدید که یک خانواده با تمام اعضایش مورد شکنجه قرار میگیرد. خانواده یاسر، عمار، سمیه همه را بر ریگه های گرم مکه می انداختن و شکنجه می دادن، به خاطر اینکه می گفتن ربنا الله ربنا الله، به خاطر اینکه می گفتن محمد رسول الله محمد رسول الله. شکنجه می شدن و پیامبر از کنارشان می گذشت، اما هیچ کاری نمی توانست انجام بدهد. فقط همان جمله تاریخی را برایشان می گفت، همان جمله تاریخی را برایشان می گفت: صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. صبر کنین ای خانواده یاسر که وعده جنت است. و الان ما برای اهل غزه غیر از این چی می توانیم بگوییم؟ صبرا یا اهل غزه فإن موعدکم الجنه، صبرا یا اهل غزه فإن موعدکم الجنه. فقط می توانیم بگوییم پروردگارا برادران ما را در غزه ثابت قدم بگردان. روزهای سختی است. دنیا بر بالای غزه جمع شدند، دنیا بر بالای غزه جمع شده. جنایت کم نظیری در حال اتفاق افتادن است، اتفاق افتاده است و در حال اتفاق افتادن است. اجسادی را می بینید که سوختند و تبدیل به زغال شده اند و تکه پاره‌هایی را می بینید که هر طرف افتاده اند. مادری را می بینید که جنازه طفلش را بغل کرده است. دخترکی را می بینید که در کنار مادر زخمیش در خون غرق است. دخترکی را می بینید که در کنار مادر زخمیش در خون غرق است. دخترک‌هایی را می بینید که پرسان میکنن، دخترک‌های خردسالی را میبینید که پرسان میکنن ما را به خاطر چی میزنند، حتی نمیدانند که به خاطر چی چیزی بر بالایشان باروت ریختنده میشوند. بله عزیزان، برای اولین بار تصاویر کودک فلسطینی را میبینید که برادر کوچکش را در آخرین لحظات مرگش شهادتین تلقین میکند. برای اولین بار دخترکی کوچک فلسطینی را میبینید که زیر بمباران و زیر که از بالا باروت ریختنده میشود. میگوید سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر. والله اگر تصاویر نمی بود، اگر این کلیپ ها نمی بود در فضای مجازی، باور کردن این صحنه ها بسیار سخت بود.
مادری را میبینید در کنار جنازه فرزند شهیدش مانند کوهی از استقامت نشسته است و هیچ ری هم نمیزند. مادری را میبینید که روبند فرزند مجاهدش را باز میکند، میگوید فرزندم نترس، با روی باز بجنگ، رویت را باز کن و جهاد کن در راه الله. صدای خواهری را میشنوید که از مردم افغانستان کمک میخواهد و میگوید مدد یا افغانستان. بله عزیزان، غزه را الان شما تصور بکنین، 45 کیلومتر در 15 کیلومتر غزه را تصور بکنین. شاید وقتی که صحبت از غزه می شود شاید شما فکر بکنین یک کشور بسیار بزرگی است و در مورد یک کشور بسیار بزرگی صحبت می شود. غزه را تصور بکنین، 45 کیلومتر در 15 کیلومتر. الان توجه بکنین، الان 2,300,000 نفر در آن محاصره هستند، آب برقشان قطع شده است، الان در حالت محاصره به سر میبرند. تاریخ نوشته خواهد کرد که در قرن 21 زندان بزرگی بود به نام غزه، بدون آب، بدون برق، بدون دوا، بدون غذا. همه دروازه ها بر رویشان بسته است، فقط دروازه های برای سرشان باز است که دروازه الله است. آنچه که در فلسطین روان است اگر در یکی از کشورهای خودشان این اتفاق می افتاد، والله الان جنگ جهانی سوم براه انداخته می شد. تاریخ نوشته خواهد کرد که کشورهای عرب اطراف فلسطین مرزهایشان را بسته کرده بودند. والله تاریخ نوشته خواهد کرد که کشورهای اسلامی موشکهای دوربرد را در اختیار داشتند، از کشور خودشان اسرائیل را هدف قرار ندادند. اما یک موشک را هم از کشورهای اسلامی شما نمیبینید که به سوی اسرائیل پرتاب بشود. این کار حکام عرب در تاریخ ثبت خواهد شد، اما حساب ملتها جداست. تکرار میکنم، حساب ملتها جداست. اگر امروز مرزها باز شوند، میلیون ها مسلمان به سوی فلسطین سرازیر خواهند شد. اینجاست که معلوم می شود که مقصر چه کسی است. معلوم خواهد شد که مقصر چه کسی است. عزیزان من، بله، اما اسرائیل بداند چنانچه که شما زنده ماندن را دوست دارید، یهود بدانند چنانچه که شما زنده ماندن را دوست دارین، صدها هزار جوان پشت مرزها مرگ و شهادت را در راه الله همانطور دوست دارند که شما زنده ماندن را دوست دارید. اسرائیل بداند که الله انتقام خواهد گرفت و سرانجامی بدی در انتظار آنهاست، چون پروردگار من میگوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسیار زود خواهند دانست آنانی که ظلم کردند که به چه جایی بدی باز خواهند گشت. اما عزیزان من و شما ایمان داریم به فرموده رسول من صلی الله علیه و سلم. من و شما ایمان داریم به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم. جوانان بشنویم که پیامبر من چه گفته است. فرمود قیامت برپا نخواهد شد تا آنکه همه چیز مجاهدین را کمک خواهند کرد. حتی جمادات به سخن میآیند، سنگ و کلوخ به سخن میآیند، درختها به سخن میآیند، صدا میزنند یا مسلم یا عبدالله هذا یهودی خلفی فتعال فاقتله. بیا که اینجا یهودی قائم شده است، بیا ای را بکش که اینجا یهودی قائم شده است. و این وعده متحقق خواهد شد. چرا؟ چون محمد رسول الله گفته است. چرا؟
چون محمد رسول الله گفته است. هجر دل است و نیرانی ولیم، غم دل خبر و غرز ولیم. هجر دل است و نیرانی ولیم، غم دل خبر و غرز ولیم. نئی منی زړستا د هجران آواز، سجادگر درد را فرز ولیم. سجادگر درد را فرز ولیم. بیا می نری اوخ کتم لسترګو دا، بیا می نری اوخ کتم لسترګو دا. زړه کې غلی غلی ژړېدلی یم، زړه کې غلی غلی ژړېدلی یم. هجر دل است و نیرانی ولیم، غم دل خبر و غرز ولیم. نئی منی زړه ستا د هجران آواز، سجادگر درد را پرز ولیم. سجادگر درد را پرز ولیم. میدان وردګ ولایت څخه راغلی یم. دلته د امت و ستر شهید الامت دکتور اسماعیل هنیه تقبله الله د هغې د فاتحې مراسم دي او د فلسطین د قهرمان او مجاهد او دردېدلي او غمځفلي ولس سره موږ دلته د غم شریکۍ په خاطر باندې راټول شوي یو، ځکه الاسلام ملت واحده، اسلام ملت واحده دی. او بل حدیث کې نبی علیه السلام وایي چې المؤمنون کرجل واحد، ټول مسلمانان داسې دي لکه یو واحد وجود. یو واحد وجود کې نشته که عینه اشته که کله، که کله د چا په وجود کې سترګه درد کوي نو ټول وجود یې ورسره په درد باندې وي. دغسې نن د اسلامي امت یو قهرمان شهید دکتور اسماعیل هنیه تقبله الله تعالی و جمیع شهداء المسلمین د هغې د ارواح په خاطر باندې د افغانستان غیور قهرمان مجاهد شهادت پال اسلام پال جهاد پال ملت هغه دلته راټول شوی دی په دې خاطر باندې چې خپله خواږوږي د فلسطین د غمځپلي او شهید پروره ملک سره هغه څنګه کې وښیي.